در بیزنس بله. چرا آدمان بای میدهند؟ عامل‌های بای دادن در بیزنس خیلی زیادند. من میتوانم خطاهای خودم را گویم. من هم در بیزنس بای دادم. من در 67 نمود بیزنس تجربه دارم. جای سرمایه گذار بودم، جای خودم اداره میکردم. مجبور میشدم بعضی بیزنس هایم را بندم، بعضیش را فروشم. آدمان با یک چند سبب در بیزنس بای میدهند. سبب یکم، بیزنس را با عقلانه اداره نمی کنند. یعنی خطرها و اقتصادیات را انیق و دقیق اداره نمی کنند. سری وقت خطرها را نمی بینند، پس از دیر شدن می بینند. یعنی ریسورس ها را اداره نمی کنند، خطرها را پیشگیری نمی کنند. سبب یکم همین است. سبب دوم، بیزنس مدل کهنه می شود. چون که بیزنس های نو پیدا می شوند. مثل کودگا؟ بله. حالا همه به فوتوآپارات های رقمی گذاشتند. و سیوم، پورتفولیو پروداکت را نو نمی کنند. برای چه هر سال نمودهای نوی آیفون می براید؟ یا چرا تمغه تویوتا نو شدن می گیرد؟ این خیلی مهم است. همش به بیزنس مدل وابسته است. مثال سنیکرز دوام چندین سال تنها یک نوع شکلات را پیشکش می سازد، اما با بسته‌بندی های گوناگون. یا کوکاکولا چندین سال هاست که یک نوع نوشاکی را پیشکش می سازد. یا محصولات کردن در کار که آدمان دائم استفاده برند. نه، دانستن در کار که در بازار کدام موقع را اشغال میکنی. مثال کوکاکولا در بازار نوشاکی های غیر اسپریتی جای یکم را اشغال میکند. یا سنیکرز هم در سمت خود رقم یک است. یا مکدونالدز در سمت فست فود ها. در موقع های گوناگون تو باید استراتژی های گوناگون داشته باشی. استراتژی و اصول های گوناگون. همین خیلی مهم است. عامل دیگری که باعث مرگ بیزنس میشود این است. راهبران، تاپ منیجرها تغییر نمییابند. آنها چندی رو تاب‌آور نیستند. مثال تلفن های تمغه نوکیا چرا نیست شد؟ نوکیا 84% بازار تلفن کره زمین را فرا گرفته بود. حالا باشه تخمینا 4%. چرا آن مرد؟ چون که آنها انکشاف نیافتند. آنها اندروید و غیره را پسند نکردند، رد کردند. آنها گفتند که بین ما زوریم و غیره. در آغاز صحبت چه گفتم در یاد دارید؟ اگر شما موفق باشید اکنون باید 2 برابر بیشتر خوانید. باید چندیر باشید، تغییر یابید، انکشاف یابید. به طور دیگر گوییم یعنی بیزنس مثل ورزش است. البته بشبه با بیزنس همیشه یگان چیزی نو رو وارد کردن در کار. سنجیده وارد کردن در کار. محصولات نو، خدمت رسانی نو، یگان کاری نو کردن در کار. اگر نوگانی وارد نکنی قفا میمونی. آدمان نوگانی میخواهند. مثال بینید آدمان حالا ظرف‌های پیشینه، میبل‌های پیشینه، زردیواری‌های پیشینه ندارند. برای چی؟ هستن آدمانی که سالها باز با مبل‌های پیشینه در کوارتیرهای کهنه زندگی میکنند. دقت کنید. ظرف‌های پیشینه رو استفاده میبرند. من نمیگویم که چون این آدمان تماما نیستند. من میگویم که آدمان خریدن نمیخواهند خانه‌شان زردیواری پیشینه داشته باشد. آرایشات سالهای 2000 را، مبل‌های سال 2000 را نمیخواهند. تلویزورهای پیشینه را، چون این چیزها را خریدن نمیخواهند. بله بعضی کسان دارند، ولی بیزنس با اسلوب پیشینه و کهنه پیش نمیرود. همین خیلی است. خوش‌طالعی در بیزنس مهم است. حالا میگویم من چقدر بالای خود کار کنم همان قدر خوشطالع میشوم. موفقیت از کجا سرچشمه میگیرد؟ بعضی آدمان فکر میکنند که موفقیت از آسمان میآید. نه، شما خودتان را موفق میگردانید. اگر شما به طور کسبی کار کنید آن باید در پایه معنویات باشد. آنگاه کارتان برکت و برار خواهد داشت. پایه آن باید معنویات باشد. یعنی اگر بالای خود بسیار کار کنی و معنویاتت را انکشاف دهی، کارهای خیر کنی، آنگاه موفق میشی. بله. بیزنس را در پایه معنویات بنیاد کردن در کار. در پایه معنویات چی معنا دارد؟ مثلا دستگشاد و نکوکار باش. مثلا بسیار کار خیر کن. معاش کارمندانت را در وقتش ده. یگان دقیقه کشال نده. این همه معنویات است. دوامش کاری کن که آدمان برای محصولات یا خدمت رسانیت سپاسگزار باشند. من چنین میشمارم که در دلخواه کار همیشه باید معنویات یا خدا ترسی باشد. این خیلی مهم است. وقتی مزاج خدمت رسانی یا محصولاتت را خرید باید کاری کنی که او صدقاً مینه‌دار باشد. وقتی خرسند باشد به دیگران توصیه می‌دهد. این همه در پایه معنویات می‌شود. هیچگاه چیزی را که ارزنده نیست فروختن در کار نیست. یعنی آدمانی که بیزنسی حلال نمی کنند، کارهای خیر نمی کنند، معنویات خود را بای نمی سازند، موفق نمی شوند. کاری پاکیزه و حلال کن. بیزنسی کن که مردم رحمت گویند. آنگاه حتما موفق می شوی. همین طور است. آنگاه برکت میابی، کامیاب می شوی.
در اسلام برکت کلمه خیلی زیباست، درست؟ بله بله. یعنی اگر کس همه کار را درست کند، بله. پس او را برکت کلان منتظر می شود. بله. در نتیجه خیلی ثروتمند می گردد. بله بله. همین خیلی است. چون که نگاه کنید، بایگری را خدا می دهد، فرزند را خدا می دهد، سلامتی را خدا می دهد، دانش و شهرت را خدا می دهد. اما اگر انسان درست کار باشد، آدمان چگونه خطاها می کنند و پیش شما می آیند تا درس بیزنس گیرند. صاحبکارانی که همه چیزی داشتهشان را بای دادند. ما چنین حالتهایی را می دانیم که انسان همه چی داشت و در یک لحظه همه اش را بای داد. پیش من آدمان خیلی زیاد می آیند. یک گروهشان ضرر دیدند و گروه دیگرشان قرض دارند. من خودم هم زمان قرضدار بودم و رهایی یافتم. و حتی در سر بسیار آدمان من همچون استاد جلوه‌گرم که بسیار کسان را از قرض رها کرده است. واقعا آدمان بیشمار را از قرض رها کردم، چون که خودم قرضدار بودم. از 174 کس و از 4 بانک قرضدار بودم. همان وقت مقدار قرضم برایم خیلی کلان بود، تقریبا 3 میلیون دلار. بیزنس نداشتم، هیچ چیز نداشتم، پرداختن دشوار بود. من فین پلیسه ها، ملیسه ها، باشان، کمبه، اسمبه همش را دیدم. بله من راست میگویم. بسیار حادثه ها را پشت سر کردم. از این رو پیش من آدمان زیادی می آیند که بای دادند، ضرر دیدم، مفلس شدند. اما آدمان به کدام خطاها راه می دهند؟ خطای یکم چنین است: وقتی درآمد آنها بالا می رود، خراجات را تحت نظارت نمی گیرند، اداره نمی کنند، مسئولیت های کلانتر را به دوش می گیرند. یعنی خراجاتشان از درآمدشان دیده زیادتر می شود. و از هم عجیبش، وقتی که کار انکشاف می یابد، آنها مسئولیت های بیشتر می گیرند. فکر می کنند که اکنون دائم همین خیر می شود. یعنی آنها کردیت های کلان می گیرند، بارهای بسیار می گیرند، بیزنسشان را کلانتر می سازند، شماره کارگرانشان را زیادتر می کنند. در نتیجه خراجاتشان یک بار زیاد می شود و از هم اساسیش خراجات دائمیشان می افزاید. یعنی خراجاتشان را زیاد می کنند؟ بله، خراجات دائمیشان را زیاد می کنند، ولی بعد خراجات دائمی می شود و درآمد دائمی نه. کردیت گرفتند، باید پرداخت کنند. درآمد هست یا نه، باید پرداخت کنند. از این رو وقتی کارشان بالا می رود، مسئولیتشان خراجاتشان را نفهمیده زیاد می کند. وقتی بازار انکشاف یابنده است، این خوب است، احساس نشونده است. و چون پست و بلند شوی سر می شود، تمام درآمد پست می شود. پس آنها چیکار می کنند؟ فکر می کنند که از یگانجا قرض گرفتن در کار تا کار را موقتا نگاه دارند. از یگانجا قرض یا کردیت می گیرند، موقتا نگاه می دارند، اما این وضعیت را باز بدتر می کند. چون که یک مشکلی دو مشکلی می شود. تنها مدت حس نمی کنند، ولی دیرتر باز به این برگشتن در کار. پس اولین مشکلی که آدمان ضرر می بینند انا همین است. مشکلی دوم این است: آنها فاند ذخیروی نمی سازند. آنها فاند احتیاطی ندارند. این مشکلی کلان است. چهارم، می توان گفت که اداره کردن نمی توانند. می دانید بیزنس این خیل است، دائم به انکشاف فروش رو آوردن در کار و خراجات را کم کردن در کار. این کار را منتظم کردن یعنی در کار. همیشه خراجات را کم کردن در کار و دائم درباره زیاد کردن درآمد فکر کردن در کار. عامل دیگری که آدمان در بیزنس بای میدهند این است که کارشان را کلان نمیکنند. در این صورت از بین میروی، یا کارت را کلان میکنی یا خرد. کس باید داند که کی کارش را کلان کند. من هنگام بحران ها بیزنسم را کلان میکنم. من چنین استراتژی دارم. یعنی وقتی که همه زیر فشار میمانند، شما کارتان را فراخ میکنید. وقتی بازار انکشاف مییابد، من برعکس پول را نگاه میدارم. من این را سال 2008 فهمیدم. حالا وقتی من پول کار میکنم، بازار انکشاف مییابد، دیگران شادن، همه کردیت ها میگیرند، من این کار را نمیکنم، سراسر من نمیشوم. هنگام انکشاف بازار من سرمایه جمع میکنم، قوتم را زیاد میکنم. مثل آب نیرویش را زیاد میکند. این استراتژی آب است. وقتی بازار انکشاف مییابد، همین کار را میکنم. و چون بازار پایان می رود یا بازی می کند، من نغزکک بیزنسم را کلان می کنم. چرا؟ میدانهای کاری دسترس می شوند، در سر آدمان ترس است و من 3 کار مهم را می کنم. یکم، بیزنسم را کلان می کنم. جایهای خوب خالی می شوند و من با نرخهای دسترس آن جایها را می گیرم، مغازه و مرکزهای سودا را. دوم چی کار می کنم؟ گروه های کاری می سازم. کادرهای بهترین سوی من می آیند با نرخ ارزان. آنها می آیند به گروه من عادت می کنند اثنای بحران و چون وضع بهتر شود آنها نتیجه های عالی نشان می دهند. سوم من چیکار می کنم؟ معاش ها را بلند می کنم.
همیشه همین خیل میکنم. 3 بار همین خیل کردم. سال یکم اسنای بحران 30% برداشتم. یعنی سالی گذشته سال شما بود؟ بله، من معاش بچه ها را 100% برداشتم. معاش بعضی ها را 100%، معاش بعضی دیگر را 50-70%.